من یه دختر 17 ساله اهل ژاپن هستم و میرم دبیرستان. قبل از اینکه داستانم رو شروع کنم باید بگم که من آدم خیلی کمرویی هستم. واسه همین نه بلدم عصبانی بشم و نه به کسی نه بگم. برای همینم دور و بریام بهم میگن چقدر خوبی. دوستام چون میدونن اینجوری هستم اکثر وقتا باید پا پیش بذارن و کمکم کنن. داستانم همین امسال اتفاق افتاد و الان میخوام راجع به روزی براتون بگم که هیچ وقت فراموشش نمی کنم. روزی که فهمیدم خوب بودن زیادی چه عاقبتی داره. تعطیلات تابستون بود. ما معمولاً تابستونا با دوستان میریم استخر محلمون و اون روزم قرارمون همین بود. اما قرار بود کل روز بارون بباره. واسه همین فکر کردم دوستام دیگه بیخیال اومدن میشن و برنامه‌مون کنسله. اما یکی از دوستان به هم زنگ زد و با اینکه هوا بارونی بود گفت بیا بریم استخر. بهش گفتم به نظرت بد نیست تو بارونا؟ دوستم راضیم کرد و گفت عوضش چون کسی تو این هوا نمیاد استخر خلوت‌تره و اگه شب بریم دیگه احتمالاً هیچ کسی نیست و کل استخر میشه مال خودمون. از پیشنهادش خوشم اومد و قرار شد شب دوتایی با هم بریم استخر. با هم دیگه تو بارون راه افتادیم سمت استخر. وقتی رسیدیم همونجور که فکر میکرد هیچ کسی اونجا نبود. دوتایی جفت پا پریدیم تو استخر. کلی آب بازی کردیم و به همون خیلی خوش میگذشت. یکم بعد رو آب شناور شده بودیم و حرف میزدیم که بحث دوست پسر و اینا شد. آخه قبل تعطیلات تابستون یه پسری تو مدرسمون به هم گفته بود منو دوست داره و خواست باهاش دوست بشم. قیافش خیلی معمولی بود. تازه زیادم نمیشناختمش و حوصله رل زدن نداشتم. ولی نمیدونستم باید چجوری بهش نبگم که قلبش نشکنه و به جاش تصمیم گرفتم که بهش دروغ بگم. الکی گفتم دوست پسر دارم و فوری از اونجا رفتم. خب دوستم هم اینو میدونست و داشت حال دوست پسر خیالیمو میپرسید و سر به سرم میذاشت. خندیدم و تصمیم گرفتم سر به سر گذاشتناشو تلافی کنم. از عقب گرفتمش و پرتش کردم تو آب. 4 تا فش بهم داد و بعدم خندیدیم و کلی مسخره بازی در آوردیم. دوباره رفتیم رو هم آب پاشیدیم و راجع به چیزای مختلف حرف زدیم. ناگهان حس کردم یکی داره از پشت سر بهم زل میزنه. به عقب نگاه کردم اما هیچ کس اونجا نبود. دوستم که قیافه نگران منو دید ازم پرسید چی شده. اما از اونجا که هیچ کس رو ندیدم گفتم چیزی نیست و نگران نباش. وقتی خیالش راحت شد که چیزی نیست دوباره شروع کردیم به آب بازی. همینجور داشتیم رو هم آب میپاشیدیم که دوباره حس کردم یه نفر داره نگام میکنه. برگشتم تا نگاه کنم و هیچی ندیدم. ولی دیگه شک کرده بودم. تصمیم گرفتم یه بهونه بیارم تا از استخر بریم. دوستم یکم به حرفام شک کرد ولی زیاد سوال جوابم نکرد و از استخر اومدیم بیرون. با هم دیگه رفتیم سمت دوش. من عاشق آب گرمیم که به پوستم میخوره و کلاً حس آرامش بخش تمیز شدن تو حمومو دوست دارم. برا همینم حمومم معمولاً بیشتر از بقیه دوستام طول میکشه. به خاطر همین دوستم زودتر تموم کرد و از حموم رفت بیرون تو رختکن تا لباساشو بپوشه. داشتم موهامو میشستم که صدای قدم‌های پا شنیدم. اولش فکر کردم دوستمه. واسه همین بدون اهمیت به شستنم ادامه دادم. ولی صدای قدم‌های پا نزدیک و نزدیکتر شد و بعد درست پشت در حمام من وایساد. من داشتم زیر دوش صورتمو میشستم. واسه همین یه لحظه درو باز کردم تا ببینم دوستم چی میگه. هنوزم که هنوزه تصویر چیزی که دیدم از ذهنم پاک نمیشه. یه قدم دورتر از من همون پسری که گفت بهم علاقه داره وایساده بود. انقدر ترسیده بودم که سر جام خشکم زده بود و حتی نتونستم جیغ بزنم. میترسیدم اگه جیغ بکشم بدتر اذیتم کنه. ناگهان اومد نزدیکم و دستمو کشید. اونجا بود که جیغ زدم و سعی کردم از دستش فرار کنم. اشکام جاری شده بودن و نمیدونستم چی کار باید بکنم. پسری داشت با چشمای هیزش منو نگاه میکرد. اونجا بود که از فرصت استفاده کردم. یه لگد محکم زدم تو شکمش که باعث شد از پشت بیفته زمین. بعد سریع از حموم اومدم بیرون. یه حوله پیچیدم دور خودم و دویدم پیش دوستم. دوستم لباساشو پوشیده بود و گوشیش تو دستش بود. تا منو دید گفت چه اتفاقی افتاده؟ و بهش گفتم. سری دستمو گرفت و منو برد تو یکی از حموم‌ها. درشو قفل کرد و بعد به پلیس زنگ زد. وقتی پلیس رسید تموم حموما رو گشتن
و پسر رو همون جایی که افتاده بود پیدا کردن. ظاهراً وقتی بهش لگد زدم سرش خورده بود به زمین و بیهوش شده بود. دستگیرش کردن. ولی خاطره اون روز تا آخر عمر یادم نمیره. باعث شد که دیگه از استخر بترسم و بدونم که گاهی خوب بودن زیادی هم تاوان داره. این اتفاق چند ماه پیش افتاد. ما توی یک کانکس بزرگ زندگی می‌کردیم و کنارش یه مغازه داشتیم. همیشه یه یارو بودش که میومد و از مغازمون آبجو می‌خرید. هیچ وقت پولشو نمیداد و میگفت ماه بعد همشو با هم حساب میکنه. هرچند اصلاً سر حرفش نبود. من و مامان و بابام تو مغازمون بودیم و اونا داشتن شام می‌خوردن و منم بازیای ویدیویی می‌کردم. بعد از چند دقیقه همون مرده اومد تا دوباره مفتی آبجو برداره. اما این بار مامان و بابام ازش عصبانی شدن. بابام ازش خواست که همین الان حسابشو تسویه کنه و این حرفشم مرد و کفری کرد. دعواشون بالا گرفت و بابام به ما گفتش که زود برید داخل خونه. خلاصه مرده بالاخره رفت و از پنجره دیدیم که بابام تفنگ AK-47 شو گرفته و روی صندلی نشسته. وسایلتون رو جمع میکنید و امشب میرید خونه ی مامان بزرگ. وقتی بابا اینا گفت سوار ماشین شدیم و مستقیم رفتیم خونه ی مامان بزرگم. دختر عمومم اونجا بود. واسه همین تمام شب و با هم بازیای ویدیویی کردیم. مامانم داشت با مامان بزرگم راجع به اون یارو حرف میزد. صبح روز بعد با تماس بابام از خواب بیدار شدیم و به مامانم گفتش که دیشب چه اتفاقی افتاده بود. اون یارو سعی کرده بود وارد خونمون بشه. مامانم در آخر به پلیس زنگ زد ولی اون مرد هیچ وقت پیدا نشد. روز بعد وقتی برگشتیم خونه بابا بهمون گفتش که سگمون مرده. گفت با یه زخم عمیق روی گردنش پیداش کرده و متاسفانه دوام نیاورده و فوت کرده. گویا یکی از همسایه همون اون شب صدای واق واقش رو شنیده بود. میگفت دیده که یه مرد داره دورور خونمون راه میره. بعد از تحقیقات پلیس فهمید که مرد یه تبر داشته و با همون سگمون رو کشته بود. بعد از اون حادثه وحشتناک دوست و فامیلمون می اومدن پیشمون تا شبا نگهبانی بدن. متاسفانه اون مرد هنوز پیدا نشده. امیدوارم هرگز دیگه ریختشو نبینم.